کتاب ایمان شما ثروت شماست از نویل گادارد. فایل صوتی 10 فصل 16 خدای سگانه. و خداوند فرمود ما انسان را به شکل و مطابق خود می سازیم. پیدایش 1:26. پس از کشف اینکه خداوند آگاهی ما از بودن است و اینکه واقعیت تغییر ناپذیر شرطی نشده من هستم تنها خالق است، بگذارید ببینیم چرا کتاب مقدس یک تثلیث را به عنوان خالق جهان ثبت می کند. در آیه 26 از فصل اول پیدایش چنین آمده است: و خداوند فرمود ما انسان را به شکل و مطابق خود می سازیم. کلیساها از این کثرت خدایان به عنوان خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس یاد می کنند. آنها هرگز تلاشی برای توضیح آن که منظور از خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس چیست نکردند، زیرا آنها در مورد این رمز و راز در تاریکی هستند. پدر، پسر و روح القدس 3 جنبه یا شرایط آگاهی بی قید و شرط از لقب خدا هستند. آگاهی بودن مقدم بر آگاهی چیزی بودن است. این آگاهی بی قید و شرط که قبل از همه حالات آگاهی است، خداوند من هستم می باشد. 3 جنبه یا تقسیم شرطی شده به خودی خود بهتر است از این طریق بیان شود. نگرش پذیرای ذهنی آن جنبه است که احساسات را برداشت می کند و به همین دلیل ممکن است به یک رحم یا مادر تشبیه شود. چیزی که باعث ایجاد احساس می شود جنبه مردانه یا فشار دهنده است و بنابراین به عنوان پدر شناخته می شود. احساسات در طی زمان متجلی می شوند که تجلی همیشه شبیه احساسات و تصویری از آن است. بنابراین گفته می شود که این جنبه عینیت یافته پسری است که پدر و مادر خود را شهادت می دهد. درک این رمز و راز تثلیث انسان را قادر می سازد دنیای خود را کاملا دگرگون کند و آن را به سلیقه خود تغییر دهد. در اینجا یک کاربرد عملی از این رمز و راز آورده شده است. آرام بنشینید و تصمیم بگیرید که بیشتر دوست دارید چه چیزی را متجلی کنید یا داشته باشید. پس از تصمیم گیری چشمان خود را ببندید و توجه خود را کاملا از همه چیزهایی که تحقق امر مورد نظر را انکار می کنند دور کنید. سپس یک ذهنیت پذیری را در ذهن خود بپذیرید و این بازی را انجام دهید. با تصور اینکه اگر همین حالا به آرزوی خود برسید چه احساسی خواهید داشت، شروع به گوش دادن کنید. گویی فضا با شما صحبت می کند و به شما می گوید شما اکنون همان چیزی هستید که می خواهید باشید یا همان چیزی را دارید که می خواهید داشته باشید. این نگرش پذیرا وضعیت آگاهی است که شما باید قبل از ایجاد احساس آن را تصور کنید. با به دست آوردن این حالت ذهنی انعطاف پذیر و تأثیرگذار، این واقعیت را که خود همان چیزی هستید که می‌خواستید باشید، تحت تأثیر قرار دهید و ادعا کنید و احساس کنید که آنچه را که تصمیم گرفته اید باشید
و یا متجلی کنید در همین لحظه هستید و متجلی کرده اید. با این نگرش ادامه دهید تا احساس ایجاد شود. وقتی به بودن و داشتن آن چیزی که تصمیم گرفته اید باشید و داشته باشید فکر می کنید، متوجه خواهید شد که با هر نفس هیجان شادی در تمام وجودت می گذرد. هرچه احساس لذت بیشتر از بودن آنچه مدعی خودتان هستید بکنید، این هیجان هم بیشتر می شود. سپس در یک استنشاق عمیق نهایی تمام وجود شما از لذت موفقیت منفجر خواهد شد و با احساس خود خواهید فهمید که توسط خدا پدر بارور شده اید. به محض ایجاد احساس چشمان خود را باز کنید و به دنیایی برگردید که چند لحظه قبل در آن بودید. در این نگرش پذیرای شما در حالی که فکر می کردید همان چیزی هستید که می خواهید باشید، در واقع عمل معنوی زایش را انجام می دادید. بنابراین شما اکنون در حال بازگشت از این مراقبه ساکت یک موجود بارداری هستید که کودک یا احساس خاصه تصور شده را حمل می کند. کودک بدون کمک انسان و بدون نقص به وجود آمده است. شک تنها نیرویی است که می تواند دانه یا احساس را به هم بزند. برای جلوگیری از سقط این کودک بسیار شگفت‌انگیز، با پنهانکاری در بازه زمانی مشخص قدم بردارید تا احساس و تصور متجلی شود. عاشقانه معنوی خود را به هیچ کس نگویید. راز خود را در درون خود از حالت شادی، اعتماد به نفس و خوشحالی قفل کنید که روزی با تجلی و داشتن احساس خود فرزند دلبند خود را به دنیا خواهید آورد. آنگاه از رمز و راز این که و خداوند فرمود ما انسان را به شکل و مطابق خود می سازیم آگاه خواهید شد. شما می دانید که کثرت خدایان مورد اشاره 3 جنبه آگاهی خود شماست و شما تثلیث هستید و در یک جلسه روحانی با هم ملاقات می کنید تا جهانی را به شکل و شمایلی که از بودن آن آگاه هستید شکل دهید. فصل 17 دعا. هنگامی که دعا می کنید وارد حجره خود شوید و هنگامی که درب را بستید پدر خود را که نهان است دعا کنید و پدر نهان بین تو آشکارا به تو پاداش خواهد داد. متی 6:6. یقین بدانید که آنچه را که در دعا طلب می کنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد. مرقس 11:24. دعا فوق‌العاده ترین تجربه است که انسان می تواند داشته باشد. برخلاف زمزمه های روزمره قریب به اتفاق بشر که با تکرارهای بیهوده خود امیدوارند دعاهایشان به گوش خدا برسد، دعا یک عروسی روحانی است که در سکوت عمیق و ساکت آگاهی برگزار می شود. به معنای واقعی دعا مراسم ازدواج خدا است. همانطور که دوشیزه‌ای در روز عروسی خود نام خانوادگی خود را برای گرفتن نام شوهر خود کنار می‌گذارد،
به همین ترتیب کسی که دعا می کند باید نام یا ماهیت فعلی خود را کنار بگذارد و ماهیت آنچه را که برای آن دعا می کند فرض کند. انجیل ها به روشنی به انسان دستور داده اند که این مراسم به این روش انجام گیرد. وقتی دعا می کنید به طور مخفیانه وارد شوید و درب را ببندید و پدر نهان بین شما به شما آشکارا پاداش می دهد. ورود به ساحت خدا همانند رفتن به داخل اتاق عروس است. همانطور که در شب عروسی هیچ کس جز عروس و داماد مجاز به ورود به اتاق مقدسی مانند حجله عروس نیست، به همین ترتیب هیچ کس جز آن که دعا می کند و آنچه دعا می کند اجازه ورود به ساحت مقدس را ندارد. همانطور که عروس و داماد هنگام ورود به حجله عروس با خیال راحت درب را در مقابل دنیای خارج می بندند، کسی که وارد ساحت مقدس دعا می شود نیز باید در حواس را ببندد و دنیای اطراف خود را کاملا ببندد. این امر با توجه نکردن به همه چیزهای دیگر غیر از آنچه در حال حاضر عاشق آن هستید، یعنی چیز مورد نظر، تحقق می‌یابد. مرحله دوم این مراسم معنوی در این کلمات تعریف شده است: وقتی دعا می کنید باور کنید که دریافت کرده اید و قطعاً خواهید کرد. همانطور که با شادی در مورد بودن و داشتن آنچه که می خواهید فکر می کنید، قدم دوم را برداشته اید و از این رو اعمال زناشویی و تولید مثل را از نظر معنوی انجام می دهید. نگرش پذیرای ذهنی شما در هنگام دعا یا تعمق را می توان به عروس یا رحم تشبیه کرد، زیرا این همان جنبه ذهنی است که احساسات را دریافت می کند. آنچه که به بودن آن فکر می کنید داماد است، زیرا این نام یا ذاتی است که شما تصور می کنید و بنابراین داماد همان چیزی است که بارور می کند و سپس می رود. بنابراین کسی که نام و ماهیت باروری را به خود می گیرد به دوشیزگی می میرد. در فکر فرو رفته اید و نام و ماهیت چیزی را که در آن اندیشیده اید تمام وجود شما را در لذت بودن آن در بر می گیرد. این هیجان در کل وجود شما جریان می یابد، زیرا شما آگاهی از خواسته خود را متناسب می کنید و این امر گواه این است که شما هر دو متأهل و باردار شده اید. همانطور که از این مراقبه سکوت برمیگردید، درب یک بار دیگر به روی دنیایی که پشت سر گذاشته اید باز می شود. اما این بار شما به عنوان یک عروس باردار برمیگردید. شما با موجودی تغییر یافته وارد جهان می شوید و گرچه هیچ کس جز شما این عاشقانه فوق‌العاده را نمی داند، اما جهان در مدت کوتاهی علائم بارداری شما را می بیند و آنچه را که احساس کردید در ساحت سکوت خود هستید شروع به آشکار شدن خواهد کرد. مادر دنیا یا عروس خداوند به طور عمدی مریم یا آب خوانده می شود.
زیرا آب هویت خود را با مخلوط شدن از دست می دهد. به همین ترتیب مریم، نگرش پذیرای ذهن، باید هویت خود را از دست بدهد، زیرا ماهیت چیز مورد نظر را به خود می گیرد. تنها در صورت تمایل شما به کنار گذاشتن محدودیت‌ها و هویت فعلی خود می توانید به همان چیزی تبدیل شوید که می خواهید باشد. دعا فرمولی است که به موجب آن چنین طلاق‌ها و ازدواج‌هایی انجام می شود. هرگاه 2 نفر از شما در زمین درباره هر چه که بخواهند متفق شوند، من برای ایشان آماده خواهم کرد. این دو با هم توافق دارند. شما که عروس هستید و چیز مورد نظر که داماد است. با تحقق این توافق، پسری که شاهد این همبستگی باشد متولد می شود. شما شروع به تجلی و تملک آنچه که از بودن آن آگاه هستید می کنید. دعا کردن این است که خود را همان چیزی بدانید که می خواهید باشید. نه آنچه را که می خواهید ملتمسانه از خدا بخواهید. روزانه میلیون‌ها دعا بی پاسخ می ماند. زیرا انسان به درگاه خدایی که وجود ندارد دعا می کند. از آنجا که آگاهی خداست، فرد باید با فرض اینکه همکنون از آرزو و خواسته خود آگاه است، به دنبال همان آرزوی خود باشد. فقط در صورت انجام این عمل دعای او مستجاب می شود. آگاهی از فقیر بودن هنگام دعا برای ثروتمند شدن برایتان فقر می آورد. دعا باید با ادعا و درست بیان شود تا نتیجه مثبت حاصل شود. آگاهی مثبت از چیز مورد نظر را فرض کنید. با تعریف خواسته خود بی سر و صدا وارد شوید و درب را پشت سر خود ببندید. به این معنی که توجه نکردن به واقعیت موجود از شرایط زندگی و حواس پنجگانه. خود را در آرزوی خود شناور کنید و احساس کنید که با آن یکی هستید. در این تثبیت باقی بمانید تا زمانی که زندگی و هویت خود را با ادعا و احساس خود و داشتن آنچه که می‌خواهید ادغام کنید. هنگامی که از دعا بیرون می‌آیید، باید نسبت به بودن و تملک آنچه که قبلا می‌خواستید آگاه باشید.